قشنگترین شهرهای دنیاست و با اون زرق و برقی که داره یه جورایی مقصد رویایی واسه هر کسیه که بخواد به اونجا سفر بکنه. اما امروز قراره بریم به دهه 1940، دهه‌ای که میدونین توش یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ اتفاق افتاده بود و مردم پاریس دچار یه هرج و مرج خیلی شدیدی شده بودن. و از اونجایی که نیروهای آلمانی وارد پاریس شده بودن و مردم دچار یه رعب و وحشت شدیدی شده بودن که در واقع باید چیکار بکنن، دیگه هیچ کسی سرش به زندگی خودش نبود، حواسش اصلا نبود که دور و برش داره چه اتفاقی میفته و یه آدمی توی این دوران اومد از این فرصت استفاده کرد، در واقع سوء استفاده کرد و تبدیل شد به یکی از بزرگترین قاتلای زنجیره‌ای دنیا. در نتیجه کارهایی که این دوستمون انجام میداد بسیاری از افراد مفقود میشدن، ولی به خاطر شرایطی که توی اون دوران وجود داشت، یکی اینکه اصلا به گوش پلیس نمیرسید، دو اینکه مردم میترسیدن برن پیش پلیس چون کشور افتاده بود دست آلمانیا و رفتن پیش پلیس در واقع رفتن پیش آلمانیا بود. If you want to stop me, you're gonna have to fucking kill me! سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. اینجا آنتولد کیاس و من مهدیم و امروز قراره براتون پرونده یه آدمی رو باز بکنم که در واقع این پرونده یه جورایی حالت تاریخی هم داره، بر همین باید یه مقداری بحث تاریخی هم داشته باشیم و از اونجایی که توی دوره اتفاق افتاده که یوتیوب خیلی روش حساسه، من از آدمی که نمیتونم اسمشو بیارم و خیلی باید اسمشو بیارم به عنوان این یاد میکنم. آره و اون جنگی هم که اتفاق افتاده بوده که داریم حالا راجبش صحبت میکنیم WW2. این دوتا رو چون نمیتونستم بگم گفتم اولش یه شفاف سازی براتون بکنم. میریم به اوایل دهه 1940. توی اون دوران در واقع تازه 20 سال از WW1 گذشته بود و فرانسه که توی اون دوران در واقع میدون اصلی اون نبردا بود تازه داشتش خودش رو جمع جور میکرد، نیروهاش یه مقدار قوی تر کرده بود، حال مردم یه مقدار بهتر شده بود. اما توی همون دوران بعد از اینکه آلمان به لهستان حمله میکنه، بعد از اونم به دانمارک، نروژ و بلژیک حمله میکنه، میاد وارد فرانسه میشه. حالا همونطوری که بهتون گفتم ارتش فرانسه اومده بود خودش رو خیلی تقویت کرده بود بعد از اون دوره‌ای که حالا پشت سر گذاشته بودن، اما یه حمله شدیدی از شمال فرانسه رخ میده توسط آلمانیا که طی 5 هفته کل نیروهای فرانسه نابود میشن و مردم اون کشور از شمال به جنوب، حدود 10 میلیون نفر از مردم یهویی از شمال به جنوب مهاجرت میکنن. مارشال فیلیپ پتون که توی WW1 خیلی تأثیر بسزایی داشته، حالا به عنوان نخست وزیر میاد با بزرگای کشور و دولت مردا صحبت میکنه و تقریبا همشون راضی میشن به اینکه برن با این آقای صحبت بکنن و در واقع اعلام آتش بس بکنن و خودشون رو تسلیم بکنن. توی 22 ژوئن 1940 رهبر نظامی فرانسه توی ملاقاتی که با این داشته به طور رسمی اعلام میکنه که آقا ما تسلیم شدیم و همون موقع فرانسه به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشه. قسمت شمالیش که تحت سلطه آلمانیا بوده و قسمت جنوبیش میفته به عنوان منطقه آزاد تحت سلطه مارشال فیلیپ پتون. توی این دوران پاریس که توی منطقه شمالی قرار داشته، خب اون منطقه هم تحت سلطه آلمانیا بوده، در واقع این شهر هم تحت سلطه آلمانیا میشه و توی اون شهر کلا دیگه پرچم فرانسه برداشته میشه از پرچم آلمان، یعنی اون پرچمی که اون علامت کسایی که طرفدار و پیرو اون آقای هستن رو میارن و کلا اسم بردن از میهن پرستی واسه آلمانیا خیلی بد بوده، سانسورهای خیلی شدیدی انجام میشده و مردم در واقع دوست و دشمنشون رو نمیتونستن تشخیص بدن، همه از همدیگه میترسیدن. یه سری از مردم اومده بودن پیوسته بودن به ارتش آقای و خیلی هم مثلا داشتن کمکشون میکردن حتی واسه کارهایی که میخواستن انجام بدن و یه سری از مردم هم اومدن یه گروهک‌های تشکیل دادن به اسم حالا گروهک‌های مقاومت که هر کدومشون حالا اسمای مختلفی داشتن که توی این گروه ها سعی میکردن حالا مثلا افرادی که میافتادن دست دوستای این آقا رو مثلا آزادشون بکنن، فراریشون بدن، یا که حالا مثلا گند بزنن توی اون نقشه هایی که دارن و از این داستانا. و حالا توی همه این بلبشویی که وجود داشت یکی از بزرگترین قاتلای زنجیره‌ای رونمایی کرد و اومد گفتش که
بیخیال این داستان اصلا اهمیتی نداره. من یه آدم زنگوام که حالا الان اومدم این وسط همه توجه روی من باشه و توی سال 1944 بود که مقامات اومدن از حضور این آدم آگاه شدن و کلا اصلا حواسا پرت شده بود یه تایمی از جنگ. حالا میان یه کوچولو راجع به پیشینه این دوست عزیزمون که کمبود توجه و محبت داره و عاشق اینه که وسط WW2 بیاد اعلام حضور کنه یه مقدار از اون صحبت کنیم. این آقایی که دارم ازش صحبت میکنم مارسل پتریو که توی 17 ژانویه 1897 در شهر آکسره اگه اشتباه نکنم متولد شد. از همون دوران کودکیش یه نشونه هایی از یه آدم دیوونه از خودش نشون میداد. یعنی توی دوران مدرسه و اینا کاملا اطرافیان به این واقف بودن که این یه مشکل روانی داره. از همون بچگیش میومد یه دزدیای خیلی مسخره کوچولویی انجام میداد. مثلا دیدی مثلا بعضی از بچه‌هایی که حالا دوچار این اختلالی که الان میخوام صحبتشو بکنم هستن، واسه شون اهمیتی نداره که دارن چه چیزی میدزدن، صرفا اون عمل دزدیدن رو دوست دارن. یعنی مثلا مداد بغل دستشو میدزده، کفش فلانی رو میدزده. از این حرکت ها میومد از خودش نشون میداد که توی همون سال کشف شد که این دوستمون یه بیماری داره. این بیماری که دارم ازش صحبت میکنم اختلال کلپتومانیا یا سرقت اجباریه. کسایی که حالا به این اختلال مبتلان افرادی هستند که عمل دزدیدن یه احساس آرام بخشی بهشون میده. در واقع نمیدونم فکر کنم آدرنالین خونشون رو میبره بالا. اصلا براشون اهمیتی نداره که چه چیزی دارن میدزدن. شاید مثلا اگه بره طلا هم بدزده این آدم اصلا ازش استفاده ای هم نکنه، صرفا اون عمل دزدیدن است که داره ارضا میکنه روحشو. به خاطر همین نشونه هایی که از خودش نشون میداد چندین بار از مدرسه ها اخراج شد. توی سال 1916 که اینجا تقریبا 17-18 سالشه تصمیم میگیره به ارتش بپیونده و توی WW1 وجود داشته باشه، اما به خاطر جراحت های جسمی و روانی که داشته از خدمت معاف میشه و برمیگرده و بعد از اون میره دنبال حرفه پزشکی و شروع میکنه حرفه پزشکی رو خیلی سفت و سخت خوندن تا اینکه بتونه مدرک پزشکیشو بگیره و مدرک روانپزشکی و هیته روانپزشکی هیته‌ای بوده که داشته توش کار میکرده. بعد از اینکه مدرک پزشکیشو میگیره میره توی شهرهای کوچیک به عنوان پزشک و روانپزشک شروع به کار میکنه و بچه‌ها توی سال 1926 که اینجا در واقع 27 سالش بوده احتمالاً اولین قتل خودش رو انجام داده. شخصی به اسم لوئیس دلاوو که در واقع دختر یکی از بیماراش بوده که به طرز مشکوکی یهو ناپدید میشه و پلیسا میدونستن باید به این آدم شک کنن، ولی در واقع هیچ شواهد محکمی نداشتن که بخوان کاری بر علیه این آدم انجام بدن و کلا سرپوش گذاشته میشه روی این قضیه و تموم میشه میره. و دقیقاً یک سال بعد از اون توی سال 1927 به عنوان شهردار ویلانوو سور-یون، حالا اسمشو براتون می‌نویسم، نمیدونم دارم درست تلفظش میکنم یا نه، به عنوان شهردار انتخاب میشه، شهردار این شهر. اما یه چیزی که جالبه بدونین اینه که با فساد مالی و اخلاقی برکنار میشه. چرا؟ خب ببین این آدم کلپتومانیا داشته، یعنی در واقع علاقه داشته به اینکه دزدی انجام بده و خب یه همچین آدمی رو بیا بذار تو قدرت، بیا بذار پول مردم دستش باشه، چیکار باش انجام میده؟ خیلی طبیعیه که میاد اموال مردم رو بالا میکشه و حالا با پولا و مالیات هر کاری دلش بخواد و انجام میده. و یکی دیگه از شایعاتی که توی دوران شهرداری مارسل وجود داره اینه که این آدم میومده داروهای مخدر تجویز میکرده، مثلا کوکائین و هروئین تجویز میکرده واسه بیماری که حتی اصلا بهش احتیاجی نداشتن و باعث اعتیاد بیماراش میشده. و دیگه اواخر کاراش که بوده دست زده بوده به سرقت برق از یه روستا و توی سال 1931 برکنار میشه. و حالا من نمیدونم واقعا چرا آدمایی که قاتل سریالیان یه کاریزمای خاصی دارن. یعنی از یه طرف مثلا دیدی دادگاهاشون پخش میشه یه عده آدم کلن هیترن، از این آدم متنفرن، بدشون میاد، ولی یه عده دوستش دارن همچنان. نمیدونم چه کاریزمایی دارن حالا قاتلای سریالی
که یه عده واقعا دلبسته‌شون میشن و دوست ندارن که آقا اینا بیفتن زندان، اینا اعدام بشن یا هر اتفاق بدی واسهشون بیفته. اما از اونجایی که مارسل هم شخصیت کاریزماتیکی داشته و مردم، یه تعداد خاصی از مردم واقعا عاشقش بودن، بعد از اینکه میاد از سمت شهرداری برکنار میشه دوباره مردم انقدر ازش حمایت میکنن که به عنوان مشاور محلی انتخاب میشه. ولی یه چیزی که جالبه بدونین اینه که یه کوچولو بعدش باز به خاطر فساد اخلاقی و مالی برکنار میشه. بعد از اینکه از این سمت‌های دولتی اخراج میشه، مارسل میاد مهاجرت میکنه و میره به پاریس. پاریس کجا بود؟ قسمت شمالی فرانسه و توی شهر روی د کامارتین یه مطب پزشکی واسه خودش باز میکنه. بچه توی شهری که خودش قبلا بوده به عنوان یه پزشک فاسد شناخته میشده، اما اون موقع که مثلا حالا سوشال میدیا و اینا وجود نداشته که مردم شهرهای دیگه هم بفهمن پیفیفو میده. در واقع وقتی میره پاریس مطب خودش رو باز میکنه با ارائه دادن یه سری مدارک جعلی به عنوان یه پزشک موفق مشهور میشه توی پاریس. با وجود موفقیت‌های ظاهری که واسه خودش کسب کرده بود توی پاریس، بعد از یه مدت باز دوباره به خاطر تجویز داروهایی که قبلا هم بهتون گفتم به بیماریایی که اصلا بهش احتیاجی نداشتن، سقط غیرقانونی جنین و سوء استفاده از مریضای خودش، باز دوباره بدنام میشه. در آخر توی سال 1936 مارسل پتو به خاطر سرقت‌هایی که انجام داده بود، تجویز داروها و سقط جنین، میره بیمارستان روانی. حالا چرا میره بیمارستان روانی؟ به خاطر همون کلپتومانیایی که تشخیص داده شده بود داره. اما به سرعت از بیمارستان روانی مرخص میشه، میاد بیرون، دوباره میره توی مطبش شروع به کار میکنه. و واقعا چرا باید همچین اجازه؟ درسته حالا مثلا توی اون تایم پاریس توی شرایط بدی بوده، تو اتفاقایی که داشته میافتاده اتفاقای خوبی نبوده و حالا مثلا زجرآور بوده واسه همه، ولی خب چرا مردم دوباره باید بهش اعتماد میکردن؟ اینجای کار دکترای دیگه میان یه مقدار شک میکنن به این آدم و حالا باز یه سری شایعات دیگه ازش میشنون که یه سری قتلایی که اون زمان داشته رخ میداده رو میان بهش نسبت میدن و توی اون تایم میومده مالیات هم دور میزده، یعنی دولت هم دیگه داشته باهاش یواش یواش چپ میافتاده. ولی خب در واقع این چیزایی که گفتم تنها بخش کوچکی از فسادهای مارسل پتو بود. تا اواخر دهه 1930 که تازه اینجا داره اون WW2 اتفاق میفته، مارسل پتو به عنوان یه پزشک خیلی مشهور بود. خب ولی حالا شهرت خوب و بد داریم دیگه. خیلی مشهور بود و داشت حالا مثلا همون کارهای ریز خودشو میکرد، سرقت‌های اجباری خودش رو میکرد، اون داروهایی که میخواست و به مریضا تجویز میکرد، از مریضا سوء استفاده میکرد. اما با رخ دادن WW2 دیگه قشنگ شرایط واسش طوری شده بود که هر کاری دلش میخواست و میتونست شروع کنه به انجام دادن. توی دورانی که در واقع طرفدارای این دوستمون اومده بودن و پاریس رو اشغال کرده بودن، بهتون گفتم یه سری گروهک‌های مقاومتی ایجاد شده بود و مارسل پتو هم اومد خودش رو به عنوان یکی از اعضای این گروهی که حالا ساخته بود و جعلی بود معرفی کرد و میومد به یهودیا و افرادی که تحت شکنجه طرفدارای این بودن معرفی میکرد و میگفت من میتونم بهتون کمک بکنم که بتونیم فرار کنیم به کشورهای امنی مثلا آرژانتین و در ازای این کمک میگفتش به من 25,000 فرانک پول بدین و من شما رو فراری میدم برین حالا آرژانتین. پتو قربانیای خودشو می آورد. اول از اینکه حالا اون پول ازشون گرفته بود بهشون میگفتش که ما باید بریم خونه، اونجا یه دونه واکسن من باید به شما تزریق بکنم، چون که حالا خیلی قانونی دارین از کشور خارج میشین، این واکسن حتما باید بهتون تزریق بشه. و می آورد اون بدبختا رو میبرد خونه و اون واکسنی که در واقع داشت بهشون تزریق میکرد، داخل اون واکسن سیاه نور بوده و باعث کشته شدن هر کدوم از قربانیاش میشد و اوایل میومد قربانیاشو مینداخت توی رودخونه و همه اموالی که داشتن رو برمیداشت. اما بعد از یه مدت دید با انداختنشون توی رودخونه داره از خودش یه نشونه هایی میذاره و این کار درستی نیستش، سریع لو میره. در همین اومد به چیزای جدیدی فکر کرد. اول از همه بچه‌ها این گروهکی که راه انداخته بود به اسم حالا یکی از گروهک‌های مقاومت که میومد میگفت من شما رو میبرم آرژانتین و اینا،
2 تا دستیارم داشت که حالا جلوتر قراره بهشون بپردازیم، ولی خب اون بدبختا مثل که از این کارهایی که این میکرده خیلی خبر نداشتن. به یکی از اونا میگه من به مقدار زیادی آهک احتیاج دارم و اون آدم میره آهک رو برای این میاره. اگه پرونده جنایی بین باشین میدونین که از آهک چه استفاده هایی میشه، واسه تجزیه سریع بدن میتونن ازش استفاده بکنن. و توی خونهش چند تا سینک تعبیه کرده بود که به صورت افقی آدما رو میذاشت توی این سینکا تا خونشون بره، که موقعی که حالا میخواد اون آهک رو استفاده بکنه کارش راحت تر باشه. چند تا اجاق هم داشت تو خونه، آدما رو مینداخت توش میسوزوند. وسط انجام دادن این کاراش بود که پلیس گشتاپو در واقع پلیسی بوده که واسه اینا بوده، میاد به مارسل پتو مشکوک میشه، اما نه به خاطر کاری که داشته میکرده. گفتم که یه گروه مقاومت داشته و گشتاپو هم که واسه این بوده و خب نمیخواسته گروه های مقاومت کارشون رو انجام بدن. برای همین مارسل پتو رو میگیرن میبرن زندان، کلی شکنجهش میدن و توی زندانی که قرار داشته مارسل پتو به تنها چیزی که اعتراف میکنه این بوده که من عضو گروه مقاومتم. آره من دارم در برابر شما میایستم، من هیچ کار دیگه ای نمیکنم. همین. بعد از یه مدت آزادش میکنن ولی تصمیم میگیرن یه مقدار کلوزتر به زندگیش نگاه بکنن که حواسشون باشه داره چه کارایی انجام میده. بعد از یه مدت همسایه های مارسل پتو زنگ میزنن به پلیس و آتش نشانی، پلیس محلی در واقع، و آتش نشانی میگن یه بوی خیلی گندی داره از خونه این آقای دکتر میاد، تو رو خدا بیاین رسیدگی بکنین. پلیس و آتش نشانی وقتی که میرن سمت اون خونه میبینن از دودکش خونه داره بوهای خیلی بدی میاد، ولی خب چون یه آدم متشخصی بوده به ظاهر وارد خونش نمیشن و منتظر میمونن تا اینکه این آدم بیاد. بعد از یه مدت میبینن یه مردی سوار بر دوچرخه داره میاد، خیلی خوش و خرم و اینا، و خودش رو به عنوان برادر مارسل معرفی میکنه و میگه یه سری اسناد محرمانه راجع به گروه مقاومتمون داریم توی زیرزمین خونه که من باید برم سریعا این اسناد رو بردارم و بعدش حالا مثلا مشکلی نداره شما اگه میخوایم بیاین خونه رو بگردیم. و پلیس محلی بوده، یعنی در واقع مثل اینکه این پلیس جزء گشتاپو نبودن و میتونسته مثلا خیلی واضح بهشون بگه آقا من عضو گروه مقاومتم و هیچ مشکلی نبوده. وقتی وارد خونه میشه پلیسا بعد از یه مدت میبینن که از خونه نمیاد بیرون، بر همین وارد خونه میشن. من اینجاشو میخوام از رو براتون بخونم که پلیسا در واقع چه چیزی رو دیده بودن. وقتی به زیر زمین رفتن با صحنه هولناک روبرو شدن. اجساد سوخته‌ای توی کوره‌ای قرار داشتن که به وضوح شواهدی از قتل‌های بیرحمانه بود. یکی از افسران به کوره نزدیک شد و تکه‌هایی از بدن انسان از جمله بازویی با انگشتان سالم را در آن دید. همچنین در اطراف کوره سرها و دیگر قسمت‌های بدن قربانیان پراکنده بودند. آنها همچنین استخوان‌های قفسه سینه و گوشت‌های سوخته چندین قربانی دیگر را پیدا کردند. پلیسا که اومدن بازرسی بیشتری انجام دادن به یه حفره‌ای برخوردن که دیدن توش پر آهک‌های فعال و در واقع اول پلیسا فکر کردن به یکی از مقرهای مخفی گشتاپوها پی بردن و اونجا در واقع از افرادی رو می آوردن، قربانیاشون کسایی بودن که عضو گروهک‌های مقاومت بودن و اونجا سر به نیستشون میکردن. اما واقعا حقیقت داستان چیز خیلی هولناک‌تر بوده و افرادی که حالا توی اون دوران وجود داشتن از خونه مارسل پتو به عنوان خونه وحشت یاد کردن. واقعا هم به نظر من حق داشتن، یعنی اصلا این چیزی که گفتم و یه لحظه اگه آدم بخواد تصور بکنه واقعا خیلی ترسناکه. اصلا من نمیتونم درک کنم این از دسته یه انسان بر اومده. خب البته انسان سایکویی بوده ولی خب به هر حال. در ادامه جستجوهای پلیس به یه اتاقی برخورد کردن که اون اتاق به صورت 8 ضلعی ساخته شده بود و یه سری حلقه های آهنی وجود داشت که مارسل میومده قربانیاشو آویزون اون حلقه ها میکرده انگار مثلا سلاخیه و توی درش اومده بوده از این چشمیا گذاشته بوده که بتونه قربانیاشو در حال مرگ ببینه. یعنی این آدم علاوه بر این که می اومده یه سری قتل انجام میداده، این قتلا رو داشته واسه لذت خودش انجام میداده، یعنی لذت میبرده از دیدن این صحنه ها.
توی این بقایایی که توی خونه وحشت پلیس اومده بود پیدا کرده بود، تونستن بقایای 27 تا انسان رو پیدا بکنن و فکر میکردن همینه، یعنی همین 27 نفر رو کشته. بچه ها پلیسا وقتی داشتن میگشتن، حالا جالب اینجاست که برادر مارسلم اومد یه سری اطلاعات خوبی به پلیس داد، یعنی اصلا خبر نداشته داشته چی کار میکرده و اطلاعاتی که برادرش به پلیس داد رسوندشون به اینجا که پلیسا تونستن چمدونای تمام اون قربانی‌ها، خب بچه‌ها قربانیاشون این شکلی بودن که میخواستن مهاجرت کنن از پاریس برن آرژانتین و خب همه زندگیشون رو ریخته بودن توی چمدون که به خودشون ببرن دیگه. چمدونای همه قربانی‌ها رو پیدا کرد، پول و همه چیاشون هم همونجا پیدا کرد. یعنی در واقع مارسل پتو بهتون گفتم که یه تیکه‌ای پلیسا دم در منتظر بودن، یه دوچرخه سواری اومد و به پلیس خودش رو به عنوان برادر مارسل معرفی کرد، اما اینجا معلوم شد که برادرش نبوده و در واقع خودش بوده و اومده بوده یه سری از این اموال و این چیزا رو برداره و بچه این دوستمون زنم داشته که به همراه زنش فرار کنن، به خاطر اینکه دیگه فهمیده بود خونش لو رفته بود، باید فرار میکرد. حالا دیگه پلیسا اینجا گفتم بهتون دیگه سال 1944 دقیقاً زمانی که اون افراد بالادستی هم اومدن نگاه کردن به اینکه یه همچین اتفاقی داره میفته. اینجای کار پلیسا میان یه تحقیقات خیلی گسترده‌ای رو انجام میدن و آمار کسایی رو میگیرن که ناپدید شده بودن حالا توی این تایم و اینا و میفهمن یه چیزی هلوش 63 نفر ناپدید شده بودن و همه این آدما قبل از ناپدیدیشون، یعنی یه نفر رفته اعلام کرده که آقا اینا ناپدید شدن، با مارسل پتو در ارتباط بودن. یکی از اون قربانی‌ها یه یهودی بوده به نام جوهان گاشنوف که توی سال 1941 به طرز مشکوکی ناپدید میشه و شریکش میاد این ناپدیدیشو اعلام میکنه و میگه که این اواخر داشتش با دکتر پتو صحبت میکرد، حالا میخواستش ببرتش آرژانتین. اینو خیلی قبلتر گفته بوده، 1941 گفته بوده، اینا تازه 1944 به این پی بردن که این همونه، احتمالاً اون تیکه پوست سری که پیدا کردیم واسه این جوهاف بدبخت بوده. با گذشت زمان پلیس اومد به اطلاعات بیشتری راجع به همدستای مارسل پتو رسید که به 2 نفر رسید، راول فوریه و ادموند پانتر. این 2 نفر در واقع کسایی بودن که اون قربانی‌ها رو واسه مارسل پتو پیدا می‌کردن، یعنی می اومدن میگشتن میدیدن چه آدمایی طرفدارای این روشون زومن، اون آدما رو می اومدن به مارسل معرفی می‌کردن و میگفتن آقا این میتونه شما رو از پاریس فراری بده. زمانی که برادر و همسرش دستگیر میشن خود دکتر همچنان فراری بوده و وقتی شروع حمله متفقین به آلمان بوده تمرکز پلیس از روی این جستجو واسه مارسل پتو برداشته میشه و یه مقدار روی جنگ تمرکز میکنن و خب این یه فرصت خیلی زیادی به مارسل داده بود تا بتونه فرار بکنه. و بچه‌ها وقتی حمله متفقین به آلمان رو داشتیم دوباره یه سری گروه‌های مقاومت دیگه اومدن شروع به کار کردن و دوباره مارسل پتو به پاریس برگشت و این بار به اسم هنری والری دوباره توی گروه‌های مقاومت به عنوان فرمانده شروع به کار کرد و تونست از دست پلیس و گشتاپوها فرار کنه. اما بالاخره خوشبختانه توی یکی از روزهای اکتبر 1944 مارسل پتو در حالی که داشته سوار قطار می‌شده توسط یکی از نگهبانا شناسایی میشه و دستگیر میشه. اون زمان گفته میشه که با ظاهری خیلی متفاوت بوده، همچین نحیف و ضعیف شده بوده، ریشاشو بلند کرده بوده، یه مقدار تغییر قیافه جزئی داده بوده که مثلا نشناسنش، بتونه با اون هویت جدیدی که واسه خودش درست کرده زندگیشو ادامه بده. محاکمه مارسل پتو توی سال 1946 آغاز شد. توی دوران اون محاکمه اون هیچ وقت تایید نکرد که قربانیاش افراد عادی بودن. میومد میگفت کسایی که من کشتمشون کسایی بودن که واسه کشور مثل انگل بودن، یعنی آدمایی بودن که داشتن به افراد این خدمت میکردن، آدمایی بودن که داشتن گروه مقاومت رو دور میزدن. من میخواستم به کشورم خدمت کنم، من یه آدم میهم پرستم و بعضی وقتا حتی میزده در شوخی خنده. یعنی فکر کن چقدر عذاب آوره که مثلا برمیگشته به پلیس میگفته من 63 نفر رو کشتم ولی شما فقط 27 نفرشو میدونید. و آخر سر توی 25 می 1946 محکوم به اعدام با گیوتین میشه. خدا شکر.
و حتی بچه چیز جالبی که بخوام بهتون بگم، وقتی داشتن میبردنش اعدامش بکنن، این آدم انقدر خودشیفته بوده که برگشته به مأمور اعدام گفته لطفا سریعتر انجامش بده، از همین الان سرم درد میکنه. و من دانشجوی روانشناسیم، به چند تا اختلال تو این آدم پی بردم که حالا میخوام واسهتون بگم. این چند تا اختلال شاید واسهتون جالب باشه. یکیش که خب حالا تایید شده از کلپتومانیا که براشونم توضیح دادم دقیقاً چیه. اختلالای دیگه‌ای که من واقعاً فهمیدم این آدم داشته و اصلا نباید بهش اجازه میدادن که توی جامعه بتونه حضور داشته باشه. یعنی باید میبردنش توی زندان، تیمارستان، نه فقط تیمارستان. اونجایش که برگشتم بهتون گفتم از دادن مالیات فرار میکرده، اونجا میتونستیم واقعا پی ببریم که این آدم رفتار ضد اجتماعی داره. شاید من ترم پایین روانشناسی هم دارم ربط میدم، ولی خب یه آدمی که توی همچون شرایطی میاد مثلا از دادن مالیات فرار میکنه، میاد هی مثلا مطب واسه خودش میزنه، میاد دارو تجویز میکنه، داروهای اعتیادآور تجویز میکنه واسه بیماری که حتی اصلا بهش احتیاجی نداشتن، خب این آدم قشنگ ضد اجتماعیه. حتی خب ببین توی محاکمه‌ش هم هیچ وقت نیومد اظهار پشیمونی بکنه، همش گفتش که من کار درستی رو کردم، من باید این آدما باید کشته میشدن. یه جا توی پرونده توی محاکمه حتی برگشته گفته من یه لیست 70 خورده ای نفر از آدمایی دارم که فاسدن، اونا رو هم باید میکشتم، زود منو گرفتن وگرنه اونا رو هم میکشتم. آدم یه آدم به شدت نارسیسیست بوده، به خاطر اینکه خیلی خودشیفته است. یعنی فکر کن دارن اعدامت میکنن، اونم با گیوتین، بعد برگشتی داری میگی زودتر اعدامم کن سرم درد میکنه. یعنی که مثلا توی محاکمات حق به جانب داری صحبت میکنی با اینکه میدونی انقدر فاصلت تا مرگ. خیلی خودشیفته است این آدم. سایکوپت هم که کاملا بوده دیگه، هممون با این فکر میکنم اتفاقا نظر داشته باشیم. یه آدم بی‌رحم، بدون هیچ احساسی، بدون هیچ منطقی. pathological liar، یعنی دروغگوتر از این آدم که مثلا میومده میگفته من پول بدیم من شما رو میبرم به آرژانتین، بیبرم خونمون یه واکسن بزن، واکسن هم روپایی میزنه، سیانو میداده به بدبختا. و خب تمایل به قدرت و کنترلم که داشته. منو دیدی کیس استادی درسم کردم یارو رو، جنون عظمت هم داشته دیگه، دلوژنال بوده کلا اصلا دوستمون. بچه‌ها 70 تا نبوده 300 تا پرونده داشته از افراد تحت تعقیب که باید نابود میشدن تا به دست طرفدارای فلان نیفتن. یعنی مثلا میومده میگفته آقا کسایی هم که عضو گروه مقاومت بودن آدمای خوبی بودن من کشتمشون، به خاطر این بوده که اگر این آدما میافتادن دست طرفدارای این خیلی چیزای مهمی رو میدونستن و میتونستن لو بدن. خیلی هرس خوردم من، خیلی سر این پرونده هرس خوردم. و اینکه به آخر این پرونده رسیدیم دیگه. از اونجایی که این آدم خیلی گنده بود توی قتلایی که انجام داده و من دیدم هیچ کسی کاورش نکرده، گفتم چرا که من نکنم. امیدوارم لذت برده باشین. و اینکه من خیلی سرم درد میکرد ولی نشستم این پرونده رو توضیح دادم. فیلمبردار بدبختم از خواب بیدار کردیم، ولی خب اومده نشسته اینجا هر 10 دقیقه داره خمیازه میکشه. همین دیگه، مواظب خودتون باشین، لایک و کامنت بذارین که خستگیمون در بیاد. و خیلی خوشحالم از اینکه شما کنارمونین و خیلی ذوق کردم از اینکه ویدیوهای قبلی رو انقدر دوست داشتین. ماچ به سرتون، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.